اول تو قطع کن. نه اول تو قطع کن حاجی اول تو قطع کن. حاج قنبری اصلا راه نداره. دیشب اول من قطع کردم، امشب اول تو قطع کن. حاج پدرام تو بزرگ ما، هر شب تو قطع کن اول. خب بذار یه کاری کنیم حاجی جان. من منطقه 1 و 2 رو قطع میکنم، شما 3 به بعد رو قطع کن حاجی جان. اینجوری عالیه. تو 1 و 2 رو قطع، من 3 به بعد دود میارم، همه رو قطع میکنم. فقط حاجی دلار 80 رو رد کرد، فشار به جوونا میاد. حاجی جان ما فیلتر واتساپ رو برداشتیم. اصلا یادم رفته بود. آخه حاجی سکه هم 50 رو رد کرد، فشار. مگه شما فشاری حس میکنی؟ نه من شما حس نمیکنیم دیگه. برای اونم نهایتا فیلتر تلگرام هم برمی‌داریم برن عشق کنن. عشق کنن جوونا، عشق کنن. فقط اگه دلار به 100 رسید چی کار کنیم؟ دلار به 100 رسید؟ ببین حاجی جان، سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا. چه ربطی داشت؟ نمیدونم حاجی جان، برای اون برنامه‌ای نداریم. خب حاجی میخوای فیلتر اینستاگرام هم برداریم که فشار از اونجا. حاجی جان، حاجی از شما بعیده. فیلتر اینستاگرام، این برنامه‌های کثافت که مردم میخوان قرض زده کنن، این کثافتایی که بیان توی لا اله الا الله استغفر الله، حاجی از شما بعیده. ولش کن حاجی، ولش کن. اصلا من اشتباه کردم. حاجی جان شما بده 20 ببین رئیس اداره بخش کیست. ای شوختم لعنتی. حاجی جان برو قطع کنم. برو گازو قطع کن. برو قطع کنم حاجی. حاجی جان